الله در سوره تبارک برای ما و شما گوشزد کرده میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه برای یکایک ما و شما گوشزد میکند که ای بندگان من برای شما مرگ آفریدم و حیات آفریدم و یکایک شما را الله میگوید که میسنجم کدام شما کاری خوب میکنید و کدام شما کاری بد میکنید. قومای عزیز، برادران ارجمند، بیایید خودمان در نفس خودمان ظلم نکنیم. الله سبحانه و تعالی ملائکه های آفریدگی است که هر یک سخن ما و هر یک عمل ما را لحظه به لحظه می نویسد. الله سبحانه و تعالی میگوید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الله سبحانه و تعالی گوشزد کرده میگوید ای بنده زبان تا بیهوده نکشا. هر سخنی که از زبانت میبراید الله سبحانه و تعالی میگوید که ملائکه های ما نوشته میکند، فقط در نزد الله جواب میگویی. یک کس دشنام دادی فقط در نزد الله جواب میگی. یک کس تحقیر کردی فقط در نزد الله جواب میگویی. یک کس حقش خوردی فقط در محشر در نزد الله دعوا میکند. یک کس یا شپلاق زدی فقط در نزد الله جواب میگویی. نزد الله دا گیره میکند که ای الله انا می مرزد، همین حقی مرا خورد. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ الذی خلق الموت والحیات. الله میگه ما برای شما مرگ آفریدم، هیچ کس در کره زمین باقی نمیماند. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. الله میگه که همه مرگ میچشد، بغیر ذو الجلال والاکرام، بغیر الله دیگه همه مرگ میچشد. من برای ما همه معلوم است که یک چند ماه پیشتر عروسی بابای حکمت الله دخترچش در همین مکان جنازه کرده بودیم. اگر شما شاهد باشید، بعضیتون همیجا در صف بودید، دخترچی عروس در همیجا جنازه کرده بودیم. امروز نوبت بابی حکمت الله خودشید. شاید مردمی که در صف ایستادگی است همین آخران جنازه خواندگی تو باشد، نوبت ما و تو میشد مرگ. حاضرم وقت است توبه کنیم، نیتامون خیر کنیم، کی از گناه باز میگردیم. ما برای شما یک آیت ترجمه میکنم، بعد نماز جنازه را میخوانم. فضیل ابن عیاض، فضیل بسیار قاضی شد، بعد دزد بود، غارتگر بود، زیناکار بود. بالای خانه دیوال یک بیوزن برای دزدی در آمد. همسایش در نیم شب قرآن تلاوت میکرد، نماز تهجد میخوان، الحمد خواندک ولا الضالین آمین گفتک. بعد وی تکرار میکرد الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. ای بندگان من، آیا وقتی نرسید است که تو از گناه باز بیستی؟ آیا وقتی نرسید است از عرق نوشی بیستی؟ آیا وقتی نرسید است که سیگار پرتایی؟ آیا وقتی نرسید است که از پیوانوشی باز بیستی؟ قومای عزیز، در شما سخت نرسه. برای بعضی شما فرق ندارد 20 ساله عروس هم جنازه کنه فرق نداره، 100 ساله هم جنازه کنه فرق نداره، برای که دل تو سیاه هست. آیا وقتی نرسید است که ما توبه نکنیم؟ حاضرم برادران ارجمند، وقتی آمده است که از گناه ها توبه کنیم. مرگ انا میخیل با یکایک که ما چه خیلی که در بابای حکمت الله، ما بعض پگاهی ها بابی حکمت الله را میدیدم از سر قبرستان از زیارت دخترش می آمد. باور کنین ما پیش نمی رفتم، برای که گریه کرده می آمد از سر قبرستان. پیش خانه ما وقتی میگذشت من میدیدم شه، من رو میانیمه میکردم که گریه کرده سر قبرستان میرفت، گریه کرده می آمد. امروز من حالش از دنیا گذشت. فراموش نکن کسی در صف ایستادی، مرگ یکایک ما و شما را میاد دریاب میکند. الله چی میگه؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. در کدام قصر محکمی نباشی مرگ دریاب بود میکند. مرگ چرا دریاب کرده میکشد؟ برای وقتی آمد از قومای عزیز از گناهمان توبه کنیم، آدمی خوب شیم، نیتامون خیر کنیم، بخل و کینه را از سینه‌مان دور کنیم. حاضر من همی شما بعضی در صف ایستادگید یکدیگر قطع قهریت قومای عزیز، یکدیگر تا پسند نمیکنید. کی برداری بعضی؟ ناکی فراموش تا که یه روز میموری، فقط در نزد الله جواب میگی. میریم در لحد میسپاریم، گشته میاییم،
هر کس از کارهای کردگی خود جواب میگه، از تن هیچ کسی است که جواب نمیگه. برای این سبب در آخر خداوند سفر بابی حکمت الله را به خطر بگرداند. برای همه معلوم است که بابی حکمت الله چندین سالا در همینجا زندگی میکردن. حق همسایگی، حق خیش و تباری، اگر کسی در بالاش یگان قرض داشته باشد، من خیش و تبارش در همینجا هستن ادا میکنن. لکن قومای عزیز وقتی بخشیدن است. الله سبحانه و تعالی میگه که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. بهترین بندگان الله کسی است که میبخشد گناه را، بخشنده را الله دوست می‌دارد. کسی قرض فرو میبرد، کسی در حق ظلم کرد میبخشد، الله دوست می‌دارد. وقتی بخشیدن است. اگر به شرط یگان نماز قضا داشته باشد الله مهربان است میبخشد. لکن اگر کسی قرض باشه به شاهد خیش تبارش هست، اگر نباشه در حقش دعا میکنیم خداوند سفر بابی حکمت الله را به خطر بگرداند و خداوند سؤال منکر و نکیر در زبان جاری بگرداند. در فرزندای باقی ماندگی صبر جمیل عطا فرماید. خداوند جمهوری ما را همیشه تنجی امانی بگرداند. پروردگار این کرنویروس از بالای مردم تاجیک برداشته بگرداند. خداوند مردم تاجیک بخل و کینه و حسد از دلش دور بگرداند، یا دیگر را دوست بدارند. عاقبت کار ما و شما را به خیر بگرداند یا ارحم الراحمین. خب